دیگه از کی میایی؟ آنه برسیدیم اینجا سیکو از می دارون که بیرون نشدی هم خونه اول میفهمیدی هم خونه اول می دست راست میری داخل سیکو از فرشا خونه نو چند تا خونه داره دهلیزش جاییه دیگه اسما بچه های اینار هم زیل و بم زندگی نو را از خوب کنی بفهمیدی؟ بفهمیدم دیگه کار شما نباشه خلاص گپ یعنی 5 سدی هم به زیر نلینچه نگذاری به هر خونه هم که میگذاری همون فرشی هم یاد تو باشه که به زیر کدو فرش و کدو خونه گذاشتی 5 سدی به زیر فرش بگذاری که یک دم میشه جاروزنم اگه به زیر نلینچه بگذاری جاروزنم میبینم ور میدارم بفهمیدی صحیح شد باشه همه چیز از خوب کنی اسما به چای و فرشا خونه های چی رنگه چند تا خونه داره هم اینا از خوب کنی بفهمیدی برو دیگه منم اینجا معطلتونم صحیح شما هم منتظر باشیم خوبه برو ببینم که چیکار میکنی بخیر برو بلکه شیر شی بخیر از اینجا هم یک شکار خوبی بگیر ما بیای پناه به خدا دیگه بله سلام علیکم. خاله جان سلامتی؟ زنده باشین سلامت باشین. کم خاله جان رو بر بسته کی؟ نه اینجا بستادیم. بفرمایید. اون یک چرخ برو مخونه شما. شما کینین خاله جان؟ ما از این همسایه شما نم از این بالاتر. آها از اون بالایی؟ با مادر تو کار دارم ما چرخ برو. خوبه گپ بینی. کار خیر. خیرات نه چه؟ کار خیر ما برو مخونه شما یک چرخ. کار خیر. خیرات نداره مادرمه. به خواستگاری ما برو. آها خواستگاری. اولاد خوب. بله. خب باشه سگ بسته کنم. نیه سگ برو برسره. بفرمایید خاله جان بیاین. دل دارم دل دیوانه دارم رو شدک بو شدک بابا جو چه کار شد؟ بو شدک بابا جو بو شدک پول دار میشیم ما ای وا گلیم زیبا گلیم از این راضی شدم مرگی بخورک چه کاره ها؟ یک زنککی بیا مادر بفهمیدی؟ انمی 10 دقیقه پیش اون خونه نشنوه من زنکک ما که نرفتم به خونه انا در سرا گفتم خاله شما کینین تک تک که گفت اگه من از این قلعه بالایم انا بیامدم به خوشرونی خوشرونی آمده اگه خوش کنه پسند نبینه بابا این تو بفهم که تا خوب پولدار میشه از این خسرونو خیلی آماده و رفته از این خسرونو خیلی آماده و برفته چه کار میشه بابا شما زد میکنیم بابا زد نکنیم یک دم سعی کردین دندونا دادیم مثل پست گوری سفید شده چی موثری یعنی چند خود اینو خیشی کنم خود تو خدا وکیل فکر کن لک و 90 لک و 70 شما 5 لک میگیم بابا اون مرتبه به 5 لک خریدنی باشه مایه من نمیگم داده من دختر شما درسته دختر من آیا چند مصرف که این خود بوده کلون شد چند مصرف شد بابا جو پیارمه سعی کنی داده مامال یا بیعقلی و نادونی خود 40 سنتی کج رو میره این مگرم فکر کنیم کله پخ هم تا کسوف نمیخزه این تا گل به سر شما ببره درخت هم سر از او بفهمیدین سعی میکنن کله از مثل می جنگل پول مولا نمیتا پخلوخه حالا شما که 70% خوبه از شما 70% خوبه بفهمیدین اگه دادیم بوزی نبودی بوزی بودی امکان داره که یک ماه یکنیم ما کله از او بدم قصه بمیمون از زوری که گندک شکله نریم بسرا بعد نریم پس برم کچه بریم بعد دیگه بخون بیچاره میگی خار میخوره خود مادر مگه میزنه چی ما نمایی پس بریم کچه بریم سلام علیکم خوبین لالا بخیر خیریت خوب هستین قراری خوبین شکر زنده باشی بفرمایید شما عباسین یا گیلا من بله من عباس گیلاک کجایه گیلاک برای منه خب
میگم بله من از پیار شما به تاگان یک گوی خریدم خب فهمیدی؟ آه. انا چون مسیر ما میبر بود پیار شما هم تاگان بوده گفته برو در سرا برو یا عباس یا گیلاگ یک کدوم هست گو از اونا بگیر ببره. شما کجا هستیم ماما؟ ما از این دی پینتاریم. اسم شما چیه؟ اسمم ایدگل. خب من چی میفهمم که پیانو برای شما بفروخته؟ بخریدم دیگه پیار شما نشونی هم ببین نشونی که دو تا براریم یکی عباس یکی گیلا. خب ما که هر کی این برام گیلا که عوض که تخته کم در وسطای محله خب میشناسه. من چی میشناسم؟ نشونی دارم دیگه پیار تو می نشونی اور ما داد برای من. نه ما اجازه نداریم. باز هم آفرین تو که کوشش میکنی باور نمیکنی. نشونی دقیق تری میبودم برای تو که باور کنی. خب نشونی دقیق شما چیه؟ سرا شما دو اتاق و دهلیز داره نه؟ خب تا یک اتاق شما که فرش سرخ انداخته پیار شما نشونی داد زیر مو فرش سرخ یک 500 قایم کرده گدشته برو انال سیکو اگر امو 500 بود که گه واکو بیار اگه بفهم که پیار تو وصیت کرد و راست میگه برای من هم راست میگم اگر نبود خلاص من بفهم که دیگه دوزم بود پیانو شما گفتم بله اون برو سی بکن من اینجا همینجا ما بستکی من میام برو دل جان شد کار این ملکه ما شکینه کوکه راست میگه تو سیگه تو من نیم ساعت اینجا خودت جنجال میکنه میگه ماما شما کینیم بریم برات کار خوب راست گفتم من میرم گه به دست از اینو بودم نه ماما چون راست گفتی نه 5 واسه فرش بیدم بود اگه یا نه خلاص دیگه حالا خب باور ما کردی اجازه نداریم بفرمایید حالا برو گه واکو بیار برو 5 رو گفتم بیارین نه دیگه من به این بر میرم بازی خود نه دیگه باز اختیار خدا سر جای ببر پا بگذار خب گه بیارم گه بیارم بیا ماما جو بریم خیر بریم ای خیر بینی ماما جو بخریدین بله آب نه با مفته دادم برای چند من بخریدین 65,000 خب نه گواک ما ببر ماما آخر که به 68,000 روپیه میخریدن اشته به شما 65,000 داد پیار تو رفت دوری عسکری مونم ما چند سال هم دگاره میشناسیم آها ادم دوره عسکری سیکو توی پیانه 68,000 ماست نفر با رفیق خو 3,000 کم داد از کجا میه 3,000 کی به شما مفته میده بابا بیا مانده بابا میگم بابا بیا شما ای بر شما چی روی گو ارزون داده چه کار کردم؟ همین گو چرا ارزون داده به 65,000 بابا کیف گو فروختم بیشتر نفروختی آخه همون گو به 68,000 نماست خب میگم من کیف گو فروختم نه میگم من گو فروختم آخه گو ما که بفروختی کیف فروختم آخه یک مردگه که بیان درس را گو ببردک ما برفتم بگن دو تا گوسفند بخورم میگه گو فروختم ما گو چی خبر دارم گو به سرا بده نفروختی بابا نه من نفهم با یک مردگه که بیان درس را گفتک نشونی میداد اکثر بامه گفتک شما یک دو برارین گفتم گفتک یک عباس یک گیلا گفتم گفتک من رفیق پیارتون بگم معامله گرم گفتک بیان برادمو گو ما باور نکردم بابا گفتک یک نشونی دقیقی بودم گفتم گفتک شما دو اتاق دارین یک دهلیزی گفتم خوب خیبه نی گفتک بازی همون اتاق شما فرش سرخ اور کرده گفتک بازی همون فرش 500 پوله ما رفتم نگاه کردم دیدم 500 اند 500 کسی نه هانی گفتم پیانو گفتک 500 هم بیا گفتک نه گفتک همین نشونی پیار تو گفتک گه بده بخریدن گفتک هم یک اتاق شما که فرش سرخ اواره بازی همون 500 پوله پیار تو بر ری که من رفیق پیارتونم گفتک همون گه بده اوه بیلا این نشکم میزنه که پرزی آمده به خسرونی آمده بود بس هر تا فیلم بازی کرده من نمیفهمم حالا گه حتما بدادی به دستی دادی بابا گه برده کدی تره آن نمیتونم گفتم 500 هم میبرم پیش پیانو گفتک نمیتونم بیلا ما به کجا بگردم به رادیو
من 70,000 گوی بیداختی شما بدن به دست دادیم. ما که مالامت مردر را به در کردیم شما بچه ها. خونشونی داد دیگه. من چی میفهمم؟ شاید پولار وقتی چی رقم انسانه ما حالا به کجا بگردم برادر دیگه؟ تو سعی که تو خدای تا آدم به غضب خود گرفتار کنه. این همون 100% همون زنکه که به خسرونی آمده بود. پولار بقدشته به زیر فرش برفته. با بیلا 68,000 روپیه گو مار ببردن. تو سیکو که برار میشته گو جمع میکنه. گو جمع کردن به می عبرتیه. این پوخار سیکو که به اونجا ایشته نصف بر اختونده. من نمیفهم که اینا چه کار میکنن. یک گوی نمیتونم اینا جمع کرده. ای بابا ای بابا. کار کردنم به می رقمه. همه زیر دست پایین همه پوخه. به هر رقمه که شد کار میکنم. تیز بیاد اگه. خوب علی بیا بادو. فقط زنگوله بسته به پاتو. بابا لالا درد میکنه. آخی کار کردنم به می برتیه. من گوار جمع کردم شما جمع نکنید. جمع کردی همیتا جمع کردی همه زیر دست پایین بسته پوخه. خلالا دمی میاری از اون دو دستارم میچلافم میخورم مرگ اینا بخورم خب زیر دست پایین جمع کو بنده بطای خوب. اینیم کار کردن کو به می رقم نیه زیر دست پا سیکو. پاک میکنی لالا 4 تا گوه رو تو نمیشه که جمع کنی. پاک میکنم. کی پاک میکنی دیگه؟ و تو داگش بگفتم که زیر پای اینا جمع کو که بسته دمی که خواهی میکنم کلما خورم لمش میکنم. لالا معذرت میگم یک گوی شما ندیم دست یک نفر تو گوی ابلغ باشه از این رو تیر کنه. چرا ابلا گوی شما بجوندم؟ کاش که میجوندم بجونده به دل ما درد نبود. چه کار شده پس؟ اگه داستانم اختلاط کنم سر تو شاخ به در میکنم. خب اختلاط کنیم ماما. یک نفر بیانده به در صراف پیش بود چی می؟ گفتم من گوه شما بخریدم پیش بیار تو خواهد چند که نشونی داده و چیز که در قبیل نکد آخیم نشونی بزید نشونی که یعنی بزید چنگ فرش خونه شما 500 گدشته. اگر همین 500 بوده بیار گوه بده به دست من که ما ببرم. اگر نبوده بفهم که من دوزدم. آنه به میرقم بیانده که گوه را پیش بود چی میوردش ببرده. اوه بیلا همین داستان پارسال به سر می اتفاق اینا همه چم و فریبه. خدای پاک میت شخصار در به در کنه. پارسال ما موتور آمادم به می چم و فریبه. شما که 500 از ما 2000 به وزیر چینگا فرش بخدشته بودم بیام آدم به در سرا که بچه شما گفته این موتور بدیم برعکس که گوشیم هم خاموش 35,000 روپیه موتور به 2,000 روپیه برداشتم ببردم. اینا همیت فریب بازای هم ماما حواس خور کمی جمع کنی اینا با چم و فریب میته میایم میبرم. بازم از تو که 2000 بود از من 70,000 تا 35,000 کجا 2,000 روپیه 35,000 موتور. نه یعنی 2000 بدم چینگ فرش قلی خونه تو بخدشن از بگو 500 گشن 70,000 گوی مر بردم. حواس خور جمع میکنی اینا میته آدم وای میته وای. شخصا هسته. من نمیفهم که این فکرار اینا اینشته از حافظه خود کار میگیرن. یا بعد خود چرا این بچه شما به شما زنگ نزد؟ مثلا سرم گوشی وا نمیشه به من گوشی هم که به چه میسوننی او که کرده میتونونه گپ زدن هیچ چی اصلا نمیفهمم. مشکل از خود شما مده اگه ما اگه تو از این راه اگه گومه تیش کردم تو شما یک گپا نمیزنه ماما که سر آدم شاخ بیری میکنه. شخصی که این کار رو بکنه اون مثل که ما با ببینم که تیر میشه یا شما ببینیم. او خدا آمده اون حال وقت با جایگاه رسونده بود. خب برای خداحافظ ماما. خداحافظ شما. او ماما خودی گوالی از درس کردم تیر شده. بدیدی انمی داستان به سر ما و تو آمد پارسال حال به سر عظیم سلمان.